не доступный бушам хайка баланда нархани ки мегирем хачко мекунем барои хурдан мехрем. اینجا یکی از مرکزهای اساسی فروش گوشت در دوشنبه است. بالاروی نرخ این غذای سر استعمال در چند روز اخیر طبع خریداران را خیره و شماره آنها را در این مکان کم کرده است. این هم نه چند کیلو خریدم این هم خریدم ممکن یه سال دیگه ببرم این هم یه گوش نه خریدم نیست دیگه از شرایط نیست. اگر علاجش باشد یک چوره شبینه. فروشنده ها میگویند به بالا بردن نرخ منفعت دار نیستند چون گران شدن قیمت ها تعداد مشتریانشان را کم میکند. آنها علت را به چروا پروران ربط میدهند. محصولات از پرابلم است. ما در گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریده استیم 60 سامانی میفروشیم. گوشت در بازار قیمته. همین دهقان میبیاید 60 گفته است روزی 60 کشته میته. ما 60 گیریم چندی میفروشیم با کار. نه به اون درجه نیست در ارزونه مودا. نوعی مودا ارزونه. این مرد چروا پرور است. میگوید هر هفته به مول بازار می رود و نرخ و نوا را همیشه مشاهده می کند. به قبل او در یک ماه اخیر نرخ چاروا چندان بالا نرفته است و در بالاروی نرخ گوشت آنها دست ندارند. چخیل عیبی موهای من خودم چروا پرورم چخیل عیبی ما هیچ وقت نیست. ما نرخ هیچ وقت بلند کردن نمیتونیم. ما نرخ بزرگم برو مزه نمیتونیم. در ما قیمت نیست. ما در گوشت 50 سومونه 45 سومونه. گوشت یگانه محصولات نیست که چند روز اخیر ساکنان از بالاروی نرخ آن شکایت میکنند. مشاهده ما در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ روغن هم گران شده است. اگر یک هفته پیش نرخ 5 لیتر روغن رستنی 90-92 سامانی بود، حالا قریب 100 سامانی است. هرچند گران شدن محصولات نیازی اولیه در بازار را یکی به دوش دیگر میگذارد، اما ساکنان میگویند در نهایت ضربه به جیب آنها میرسد. مثلا نرخ گوشت اور روغن نرخ نیاز اولیه قیمت ترند راستی به این معاش و به این دسترس نیست.